سلام. توی ویدیو قبلی تلاش کردم یه داستان برای کمیک بسازم و الان اومدم ادامه اون 7 روز رو برم. خب اول اومدم نشستم ولی دیدم چون رکابی دارم یکم معذبم، زشت بود واقعا، عیبه. با لباس نشستم و قرار شد شخصیت رو اول طراحی کنم. برای همین کجا رفتم؟ پینترست، بهترین اپ دنیا. یه کاراکتر میخواستم شبیه دختر قشنگ موآبی، ولی خب انتظار چنین شاهکاری رو هیچ وقت نداشتم. خداست، میری جهنم. خب یکم گشتم دنبال دختر قشنگ بودم که به چنین شاهکاری رسیدم بزنم به تخته. البته ما که چشممون پاکه، ولی خب ماشاءالله. به به. ولی خب خوب نبود، دنبال دختر بهترتر بود. آها پیدا کردم، دانلودش کردم. اینها. و همینجا بگم که من از کل قواعد نقاشی فقط این دایره های سر رو بلدم، برای همین سخت نگیرید. این خط وسط هم واقعا کمک کننده است، ولی خب برای من همچین کمکی نکرد. کاراکتر شبیه جوونی های مام بزرگم شده. واقعا تپه نریده نذاشتم. یکم تلاش کردم خیلی بهتر شه، حداقل موهاش بد نشد. موهاش قشنگه، منطقی نگاه کنیم موهاش خیلی قشنگه. نگاه تو رو خدا. خب آخرشم 4 تا شاهکار خلق کردم، اصلا تهش بودن این 3 تا که واقعا رید. آخری همچین بد نشد، ولی خب چون ویدیو رو قطع کردم یکی دیگه هم کشیدم، اون بیشتر به دلم نشست. اینو ترجیح میدم. برای روز بعد تصمیم گرفتم این کاراکتر جدید رو توی 3 تا جهت بکشم. حالا اون جهت ها چی هن؟ قاعدتا یه تمام رخه، یه سه رخه، یه نیم رخه. هم بدم نشد، قشنگه دیگه. البته نه تینیجره، نه پیرسینگ داره، فقط موهاش آبیه. تازه دخترم نیست، بیشتر شبیه آره. خب اینجا با خودکار مثل این که تصمیم گرفتم پررنگش کنم و توی لنگ لباسش گیر کردم. لنگ لباسش رو آفرین صورتی کردم. صورتی بهترین رنگ دنیاست. برای روز بعد تصمیم گرفتم استوری بورد رو بکشم. استوری بورد حالا چجوری میکشم؟ آره من بدبختم، بیچارم، چون بلد نبودم از پینترست استفاده کردم. چنین چیزی سرچ میکنی میگردی، میگردی و بازم میگردی و که فهمیدی آره پینترست هم هیچی نداره، ولی خب بازم میگردی. اصلا کمالگرا نیستم و میگردی که به چنین شاهکاری برسی. وقتی به چنین شاهکاری رسیدی تازه میری بشینی بکشی. حالا چی کار میکردم؟ اون داستانی که توی ویدیو نوشته بودم و آوردم، باید از توش جدا میکردم چند تا چیزو و استوری بوردش میکردم. حالا چه جوری؟ فکر کردم، بازم فکر کردم، بازم فکر کردم، همچنان فکر کردم. بعد از این همه فکر کردن به چنین شاهکاری رسیدم. دختر خواب پا میشه، مامانش با فریاد صدا میزنه مامان. بعد بقیه‌اش هم حالا میکشم دیگه، سخت نگیر. بعد از تلاش های زیاد چنین چیزی خلق شد. البته خلق که نشد، ریدم. ولی خب یه استوری بورد دست و پا شکسته قشنگی درست کردم. دومی نداره. خدایی ببین کارو، این همه جزئیات رو کجا دیدی؟ خب روز بعد تصمیم گرفتم یکم بهترش کنم. چجوری؟ اون آدمکه رو تبدیل به کاراکتر واقعی میخواستم بکنم. یکم سخت به نظر میومد، ولی خب قشنگ شد، واقعا قشنگه. 2 تا اولی واقعا خیلی قشنگ شد. دو دختره کراش دادم، ولی خب سومی رو ریدم، ذوقم پرید. اینجا هم چون می‌خواستم تایم ویدیو کم زیاد شه نشستم از طراح این فیلم گذاشتم. جون مادرتون نگاه کنید، امکانات ندارم به خدا، همینم به زور گرفتم.
حداقل یه آهنگ میذارم قابل نگاه کردن بشه. درنگ درنگ دلالالورینگ ربینگا دا 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 دون دا 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 دوبس دوبس یو یو بوم 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 ای ای. و بعد از تلاش های زیاد و خستگی آخرش چنین چیزی شد. دوتا اولی نها کن چقدر قشنگه، ولی بقیهش همچین. خب روز بعد قرار شد اینا رو پررنگ کنم. با چی؟ با راپید. گرون بود. با خودکار. بازم دوتا اولی خداست، سومی همچین. فلاکسر رو خیلی دوست دارم. خب اینجا برای اینکه چنین ویدیویی بگیرم 3 تا چوب لباسی خراب کردم. این بودجه این ویدیو واقعا زیاد بوده، هی ضرر زدم. حداقل نگاه کنید. حمایت. این تلفن است که به مامانش زنگ میزنه بعد اشغاله. انقدر با جزئیات کشیدم پشمام ریخته اصلا. این دوتا اولی رو ببین خدایی. خب برای روز بعد اون 3 تا پایینی هم دوباره نشستم چیکار کردم؟ پررنگ کردم. مثل اینکه روز 5 البته. پررنگ تر. از پشت خیلی راحت تره. بگم این نوره هم تازه گرفتم، اون وسطیه رو. خدای هزینه کردم دیگه، ببینید دیگه. و آخرش هم چنین چیزی شد. تمامشو کشیدم. سخت‌ترین جاشون پلن آخر بود، یکم جزئیاتش زیاد بود. منم همینجوری سرسری چنین چیزی کشیدم. عشق کنید. خب مثل اینکه رسیدیم به روز آخر. اینجا میگم که قبل اینکه بقیه ویدیو رو ببینید، جون مادرتون اگه دوست داشتید بگید بقیه‌اش هم بسازم و شما ببینید، بعد من پولدار شم. البته پول که همچین، حالا شما ببینید. بگم که این فضای بین 2 تا پنل اسمش گاتره. حالا چرا گاتره رو منم نمیدونم، ولی خب به اطلاعاتتون اضافه کردم، برید عشق کنید. موهاشو قرار شد خیلی قشنگ رنگ کنم، ولی خب حوصله‌ام نیومد انگار. خوبه دیگه، دنبال چی میگردی؟ آخرش هم چنین شاهکاری خلق شد که من اسمشو کمیک نمیذارم، ولی خب برای اولین کار همچین بد نیست انگار. قبول کنید خدایی. اگه هم دوست داشتید بگید بقیه‌اشم بسازم. اسم دخترم چی میذاریم؟ آفرین، تینا. اسم این تیناه. تینا خداحافظی میکنه.